بچه من یک بار واسه همیشه راجع به این موضوع توی اینستاگرامم توضیح بدم، چون که من کاملش رو تو تلگرامم کاملش کنم، اون چیزی که میتونستم توضیح بدم و توضیح دادم. من و مهناز عاشق هم دیگه رو خیلی دوست داریم، ولی میدونید بچه‌ها اخلاقامون هم دیگه تا یه حدودی نمیخوره. یعنی با هم دیگه صحبت میکنیم اوکی میشیم، میگیم تغییر میکنیم، آره یه هفته تغییر میکنیم، از هفته دوم دوباره همون آشه و همون کاسه. من واقعیتش چی بگم نمیدونم واقعا چی بگم، چون که دوست ندارم راجع به رابطه‌ام، راجع به اتفاقاتی که برام میفته رو بیام کاملش رو بگم، نمیدونم. ولی من در کل بهتون بگم که ما با هم صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم که من دارم مهنازو خیلی اذیت میکنم. نظر من اومدم بابا، اومدم بچه ها، رفیقام هم اومدن رو تماس.